مطمئن باشین درست کنیم. خیلی خوشتون میاد. با یه چایی سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ثابتی هستم از کلبه شیرین، در خدمتتون هستم با آموزش یک کیک دورنگ بسیار ساده و خوشمزه برای فرزند دلبندتون. میدونم که این روزا دغدغه اینو دارید که برای مدرسه چی بذارید تا بچه‌هاتون تغذیه سالمی داشته باشن. به خاطر همین تصمیم گرفتم که خیلی راحت رو بهتون آموزش بدم، توی خونه خودتون بپزید و برای بچه‌های گلتون تو که بهشون بدید و برای مدرسه ببرن لذتش رو ببرن. خب بریم با هم دیگه این کیک راحت رو شروع کنیم و همراه من باشید. خدمتتون بگم مواد لازم رو. تخم مرغ داریم 4 عدد. ضمن اینم بگم که تمام مواد باید همدمای محیط باشه، در حد ولرم باشه. تخم مرغ داریم 4 عدد، وانیل 1 قاشق چایخوری، شکر 220 گرم، شیر ولرم داریم 90 گرم. من شیر ولرم و روغن رو در یک ظرف ریختم، انتها شیر و روش رو هم روغن ریختم. روغن مایع 170 گرم، آرد داریم 280 گرم به اضافه 14 گرم من جدا. بیکینگ پودر داریم 2 قاشق چایخوری و که 2 قاشق چایخوری معادل 1 قاشق غذاخوری سرسام. پودر کاکائو داریم 2 قاشق غذاخوری. اینا موادی هستن که ما می‌خوایم باشون کیکمون رو درست بکنیم. آردمون و بیکینگ پودرمون حتما باید ترکیب بشه و الک بشه. من آرد رو قبلا الک کردم، آماده است. پودر کاکائو حتما باید الک بشه و اگر الک نشه به صورت گلوله داخل کیکتون حل نمیشه و دیده میشه. شکر دونه ریز باشه حتما. خدمتتون گفتم که این موادمون حتما باید همدمای محیط باشن در حد ولرم. اینم که وانیل و اینم 14 گرم آردیه که من جدا کردم، یعنی 280 به اضافه 14 که حالا خدمتتون میگم برای چه کاریه. خب میریم که با هم دیگه شروع کنیم. خب تخم مرغ رو شکستم، وانیل، اگر وانیل نداشتید میتونید از پوست لیمو ترش هم استفاده کنید جایگزین وانیل، و شکر رو با هم دیگه ترکیب میکنیم با همزن. اینقدر میزنیم تا حجم بگیره. حدوداً بسته به قدرت همزنتون بین 7 تا 10 دقیقه همش میزنیم، اینقدری که رنگش کرمی و کشدار بشه. حین کارم مدام خاموش میکنم، دور کارو با لیسک دورگیری میکنم. حتما یه دورگیری داشته باشین، هم ذرات شکر هم تخم مرغ. اگر دور کار بمونه و بعدا قاطی کیکتون بشه، یه نامطبوعی رو حین پخت و موقع خوردن شما حس می‌کنیدش. اینقدر هم میزنم تا اونجا که ممکنه شکر دیگه ته ظرف هم نمونده باشه، چون وقتی که شما لیسک رو به ته ظرف بکشید اگر شکر مونده باشه صدای شکر رو میشنوید. هنوز انتهای ظرف من مقدار شکر مونده، تا اونجا که ممکنه هم بزنید که شکر بیشتری هم بشه. دیگه بقیه‌اش هم که مون با ریختن شیر و روغن بقیه‌اش حل میشه. من الان گاز رو هم روشن میکنم روی 175 درجه. گازم گازیه و تا دمای کرم کاملا داخلش گرم بشه آماده بشه برای قالب کردن. روغن و شیر رو هم در حد میکس شدن فقط هم میزنم. آرد و بیکینگ پودری هم که با هم ترکیب کرده بودم رو داخلش میریزم. دورگیری هم میکنم، نبودم یک دست بشه تو هم خوردم. خیلی خوب. خب مواد کیکم رو 2 قسمت میکنم. به یه قسمت پودر کاکائو اضافه میکنم، به قسمت دوم این 14 گرم آردی که نگه داشته بودم. خب 2 قسمتش کردم، به یه قسمت آرد، به قسمت دیگری پودر کاکائو.
هر دو آماده است. الان من قالبامو باید چک کنم. میتونیم هم در قالبای کوچیک مثل این قالبای مینی لوف من خودم درست کنم، یا در یک قالب بزرگ، حالا هر جور که خودتون دوست دارید میتونید بریزید و بعد اون رو تقسیم کنید قسمت‌های کوچیک و بالش کوچیک بزنید و برای بچه‌هاتون کیک بهشون بزنید. خب ما یک کیک رو توی دو تا قیف ریختم. این قالبای کوچیک رو هم با اسپری جدا کننده که من خیلی ازش راضی هستم چربش کردم. میتونید توی یه دونه قالب بزرگ بپزید، میتونید تو همین کپسول بزنید و داخل کپسول یا کاغذ روغنی بندازید. من حالا اصلا روغن جدا کننده دارم که نخوام کاغذ بندازم. اینها رو میتونید نصفش رو سفید نصفش رو قهوه‌ای بریزید و یا میتونید مثل کیک زبرا در مرکز همدیگه پایپ کنید و خب نصف قالب رو سفید نصفش رو هم قهوه‌ای میریزم. سر قالب رو هم حدود 1 سانتی بذارید بمونه، چون وقتی که میخواد پف بکنه زیاد بیرون نمیتونید. این چیپسای ضد حرارت هم نسوزان داخلش بذارید. میتونید داخلش هم ترکیب کنید خیلی فرق میکنه. یا یه لایه اینجوری کامل قهوه‌ای و روش رو سفید یا بالعکس. و یا اینکه لایه در مرکز قهوه‌ای رنگ بعدی رو بریزید. این زبرا اون که اینجوری در مرکز اون یکی ریخته میشه بهش کیک زبرا میگن. داخل فرم میذاریمش. فرم هم جلو حسابی گرم شده به مدت حدوداً 20 تا نیم ساعت. بقیه هم همجوری پر میکنم دیگه میذارم داخل. من از توی فر در بردم. با فر من حدوداً 40 دقیقه زمان بود. گذاشتم کاملا خنک شد و از توی قالب در بردم. ببینید اگر از روغن جدا کننده بزنید با یکم بازی کاملا راحت از توش خارج میشه. اینم مینی کیک ما. امیدوارم که شما هم درست کنید، کنار خانواده لذتشو ببرید، برای بچهای گلتون بذارید که ببرن مدرسه و سلامتش هم خیلیتون راحته. این کیک‌های زیبا تقدیم نگاه گرمتون.